سلام سلام كمسك الختام. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. تهمت به زن پاکدامن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تهمت کردن زنهای پاکدامن یکی از گناهان کبیره می باشد، چون خود تهمت کردن گناهی کبیره است. چه جای رسد که یک شخص زنی را تهمت می کند که آن زن شوهر، برادر، پدر و فرزند دارد. با تهمت کردن به زنهای پاکدامن شما نه تنها آبروی یک زن را، بلکه آبروی پدر او را، برادر او را، شوهر او را و فرزندان او را می ریزانید. پس از این گناه کبیره دست بکشید. الله سبحانه و تعالی می فرماید: کسانی که بر زنان پاکدامن و بیخبر از زنا و مؤمن تهمت زنا می زنند، هر آینه در دنیا و آخرت لعنت شده اند و برایشان عذاب است بزرگ. سوره نور آیت 23. خداوند در این آیت می فرماید شخصانی که زنهای مؤمنه را تهمت به زنا می زنند در دنیا و آخرت لعنت کرده شده اند و برای آنها در آن دنیا در آخرت عذاب سخت است. پس ای شخصانی که تهمت به زنهای پاکدامن می کنید، این آیت برای شما نازل شده است. سخن پروردگار خود را بشنوید که به شما چی می گوید، که شما در این دنیا لعنت کرده شده هستید. معنای لعنت کرده یعنی از رحمت خداوند دور هستید. شما در این دنیا و آخرت از رحمت خداوند دور هستید، یعنی لعنت کرد خداوند چنین شخصان را و در روز قیامت برای شما عذاب سختی است. پس الان فرصت دارید بعد از شنیدن این آیت توبه کرده به سوی پروردگار خود بازگردید و قول خود را بازگردانید و به آن زنانی که تهمت کردید بگویید که ما تهمت کردیم. بگویید که ما تهمت کردیم. شاید که آنها شما را ببخشند، وگرنه عذاب سختی را منتظر باشید. در آیت دیگر خداوند می فرماید و آنان که زنان پرهیزگار را به زنا تهمت می کنند سپس 4 گواه نمی آورند، آنها را 80 دره بزنید و گواهی آنها را هیچگاه قبول نکنید. آنها خود فاسقند. سوره نور آیت 4. در این آیت خداوند می فرماید که شخصی که یک زن پرهیزگار را تهمت به زنا کرد و 4 گواه آورده نتوانست، جزای چنین شخص 80 دره زدن است و بعد از این هیچ وقت شاهدی آن را قبول نکنید و آن شخصان فاسقند، گفت خداوند عزوجل. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند که از 7 گناه کبیره پرهیز کنیم که میان آنها تهمت زنهای با عفت هم هست. پس برادران، تهمت کردن زنهای با عفت، زنهای پاکدامن یکی از گناهان کبیره می باشد. پیامبر اکرم در حدیث می فرمایند مسلمان حقیقی آن است که دیگر مسلمان ها از زبان و دست او امین می باشند. روایت بخاری و مسلم. در این حدیث زبان پیش از دست آمده است به آن سببی که ضرر زبان بیشتر و بسیارتر است. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید
و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را به هیچ گناهی که کرده باشند می آزارند، پس در حقیقت تهمت و گناه آشکار را بر دوش می کشند. سوره احزاب آیت 58. یعنی شخصانی که زنان و مردان مسلمان را که هیچ گناهی نکرده اند، آنها را به کردن گناه عیبدار می کنند، چون این شخصان در حقیقت تهمت و گناه آشکار را بر دوش خود گرفتند. یعنی آنها به تهمت کردن دیگران عیبدار می شوند و روز قیامت خداوند چنین تهمت کنندگان را به عذاب سخت مبتلا می گرداند. پس برادر و خواهر ایمانیم، این را در یاد بدارید که اگر کسی را تهمت کردید، بدانید که خداوند شما را در این دنیا و آخرت لعنت کرده است. یعنی شما از رحمت او دور هستید و در روز قیامت برای شما عذاب سخت است. پس هیچ کس را تهمت نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.